ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه زیبا میفرمایند: الراحمون یرحمهم الرحمن. انسان رحمدیل، انسانی که همیشه مهربان است، نیکی میکند، یرحمهم الرحمن، خدای رحمان به او رحم میکند. بعد از آن امر آمده است، پیامبر به ما و شما فرمان میدهد: ارحموا من فی الارض، به اهل زمین رحم کنید. اهل زمین پدر و مادر، خانواده، خویش و تباران، همسایه، انسان ها. اهل زمین همون جانداران، حیوانات، حشرات، درختان، اینها همه اهل زمینند. یرحمکم من فی السماء، وقتی شما رحم کردید، خداوند جل و علا، پروردگارمون، به شما رحم میکند. خداوند جل و علا چنان مناسبت میکند با انسان که انسان با بندگان خداوند مناسبت کند. چنانی که مناسبت کردی به تو نیز همین طور مناسبت می شود. یکی از بزرگان مسعود ابن محمد الهمدانی نام دارد. ببینیم این بزرگی خداوند چی خصلت داشتند. از هیچ کس کینه و عداوت نمی گرفتند، به هیچ کس کینه و عداوت نمی گرفتند، دشمنی نمی کردند. هر کسی که دلشون را می رنجاندند، هر کسی اون کس خفه می کردند، وقتی بعد از پشیمان شدن می گفتند: ای بزرگوار، ما را ببخش که در حقت نادرست گفتیم، ناروا گفتیم، تو را رنجاندیم، ناحق گفتیم. می گفت: الماضی لا یذکر، اون چیزی که گذشت دیگر ذکر نمی شود، من همون لحظه تو را بخشیده بودم. به هیچ کسی دشمناگری و عداوت، کینه نداشت. هر کسی به او بدی میکرد او را میبخشید. وقتی عذرخواهی می اومدن پیش او می گفت: الماضی لا یذکر، الماضی لا یذکر، گذشته دیگر به یاد آورده نمی شود. آنچه گذشت، من تو را بخشیدم. این بزرگ خداوند وقتی می میرد، فرزندش او را در خوابش می بیند. میگه: ای پدر جانم، خداوند جل و علا به تو چی طور مناسبت کرد؟ چی حال داری؟ میگه: بر خداوند سوگند، پدرم رو در خواب دیدم که میگفت هیچ یکی از طاعت و عبادت هایم به من کمک نکرد. در همان حالت درک کردم که ناکام شدم. همین حالت بود وقتی ناتوانی و ناکامی و ناامیدی مرا فرا گرفته بود، یک صدای آمد: یا محمد، الماضی لا یذکر، ای محمد، اون چیزی گذشت دیگر ذکر نمی شود، ما تو را بخشیدیم، یک دیگرم اون را ببخشیم، تو اینکه خداوند رحمان ما و شما را ببخشد و بآمرزد و به رحمت خویش بگیرد.